خیراتمند عثمانزاده سال 2012 داوطلبانه به صف نیروهای مسلح تاجیکستان پیوسته و تا نیمه ماه سپتامبر سال 2022 در گوارد ملی خدمت کرده است. رتبه لیتنانت کلان را داشت و بعد مرگش در مناقشه در مرز به او اردن سپتامین درجه 2 را سزاوار دانستند. پیوندانش میگویند از نظامی بودنش افتخار میکرد اگرچه مزد خوبی نمیگرفت. فخر داشت خودش به همین کسب در یک مقام معقول بود. کسبش به مقایم کار کسب این معقول شدگی ناقص بود. من مقصود کار کرد جنگ پامیر رشت گوجه رفت و من ناز رفت مقا گرامات از زبانی گرفت همه خوجان شد که متی خبرم یک سال کار کش ما کار کردن یک سال همه خوجان وای گرفتن ده پیروار گرفت و رحمتی اولیکش اقوای نبود یا چی گویم اولیکی خا کلون نداشت اقا همون کوارتیر خوجان همه یک سال اولی رفت دیگه ما نمای نویبر وی پیروار کردن خوجان پیروار کردن موینی گرفته بردن همونجا مویان گویا 5 ماه می 6 ماه کوارتیر اشتیم همین 3 ماه اول 600 سومون کوارتیر میشتیم خودش میداد کسی خودش میداد بس اونی همین 2 ماه اخیر مارت فوریه مارت یا جای دیگه که کوچیدیم همین این همون جای چیکاولوس نزدی بازار پامیر بازار وایشتیم کوارتیر میشتیم که 600 سوم به همونجا رفته کاغذ قلم کرد و گفتن که 300 میشه دولت میده 300 میشه خودم میتیم گفت نه که منی برای مثلا این 2 حصهش در حساب خودش وای میشه دیگه خودش میداد گویم که آخر ماه اپریل سال 2021 بعد تیره شدن مناسبت تاجیکستان و قرقیزستان خیراتمند را به حیث تیرانداز از دوشنبه به شهر بوستان فرستادند. در جنگ در مرز در ماه سپتامبر سال 2022 هلاک شد. جمعه روز جمعه بود سحر 16 سپتامبر گفتن که من گفتن مشق میرم با گفتم با دست مشق بیام که اگه چیز کن من مخورم با من کار میریم گفتن همون مشق برامده برفتگیشون و پیشت نه خانم دین نه زنگ زدین گشتی این سوتکش بود که همون رو تا بگانی نگاه کردیم نه اومدن قطعه همین گوده کرد دومو ده همونجا بدیم نگاه کردیم نه اومدن تلفن کنیم تلفن داشتن کشتگی سبشنیم پرتم تلفن نمیکند من با همونجا شتگی بدیم که بعد تک فرم دیم بر گوده گیر کرد تک فرم دیم که همین آوازی وای برامده سازه اونجا ایروپوای به نزدیک بده از همین جای جنگ با اوچ قلچی با همین 11 روز همینجا رسیدیم اوجا همین بچه‌م سرچم ندید از خودم همین درم در بودم که اوجا و ششتگی پیچاندگی گرفتم بردن و گوروندم. پیوندانش میگویند او برای حفظ و حمایت وطن جانش را نثار کرد ولی مقامات میهم پرستی و سرسپردگی او را قدرشناسی نکردند. به هیچ نه میتینگ کردیم یا نه برای زمان خیلی در تلویزیون خیلی رکلام کردیم هیچی نکردین شوی منا هم گرفتم بردم گوروندم در روی وطن شغل فقط میگفتم یا بار دوبار که خیراتمند در همین کار برید میگفت که نه حبیبم من میگفت برای وطن جان میتیم گفت من نمیبرم در این کار برامده نمیتونم من میگفت حبیبه سفرزاد حالا با 2 طفل نیمه یتیم در خانه پیوندان شوهرش زندگی دارد. در این حوله کوچک در دهه وشن ناحیه عینی 2 عائله دیگر زندگی میکنند. از همین سبب عائله خیراتمند عثمانزاده از حکومت محلی درخواست کمک کرده است. خوجم به شهید شد من خوجم به تیم گفتم اونا نه گفتن که نه ما خوجم به نمیتیمش ما و ناحیه عینی شما به سرواده بمیتید گفتم نگم سروادی گفتم که خمایلش بیا با وعده دادن که خونه میتیم اینه بریم صادق ممونیم شما یگان جای کار خودمو تغوری میکنیم من همین هر ماه عید بعید برای مثال همه مقیم زاده اولی رئیس ما هم که وعده کردن که شما اینو در شهر خوجان آدمی من همین خبر میگرفتگی نیست در اینجا ماه با ما بچه خبر میگیریم عید عیان شده اینه صادق ممونیم شما کار به وای میکنیم. خانواده افسر ادعا دارند که بعد مرگ خیراتمند عثمانزاده اولها مقامات محلی و ولایتی از حالشان باخبر میشدند کمک میرساندند ولی چند ماه آخر گویا فراموش کردند. طولی قریب 3 سالی بتون سالی 4 قریب که درمدا سپک سپتامبر بیاد ندادن من هم 1 سال آخرم گم نمیبیان نه خبر میگیرن نه میرن. در حکومت ناحیه عینی هیچ مسئول آماده نشد درباره شکایت خانواده خیراتمند عثمانزاده به رادیو آزادی صحبت کند. اما چند مقامدار حکومت در صحبت گفتند که وعده دادن خانه را فراموش نکردند و حتما آن را اجرا خواهند کرد. کی اجرا می شود نامعلوم است. از سال 2021 تا نیمه ماه مارت 2025 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بارها مناقشه سر زد و صدها نظامی و مردم عادی از 2 طرف کشته و زخمی شدند. از آن زمان تا حال برخی از پیوندان کشته شدگان شکوه دارند که دولت از جانثاری فرزندانش به طور شایسته ارزگذاری نکرده است.
фарзо муҳаммадӣ, радиои озодӣ, ноҳияи айнӣ.